پرویز 11 ساله یک سال اخیر زندگی خود را دور از مکتب در چهاردیوار خانه و بیمارخانه سپری کرده است. من در خانه بودم، مکتب نرفتم، کسل بودم. خودت میخواستی مکتب روی؟ نمیتونستی؟ نه. برای چی؟ گردنم به من وزنی کرد. پرویز را والدان تیر ماه سال گذشته با یک زخم خورد در گردن از اشکاشین به دوشنبه آوردند. تشخیص طبیبان در گردن او سرطان نوعی لیمفوم را معین کرد. دو کورس خیمیا گرفت، بعد وای رفتیم همین بدخشان رفت شد سخت یک ماه. ماندیم و جای چی همین خنکیش نزند آوردن نتوانستیم. بعد وای با بشر خارق آوردیم، دو کورس لچین او گرفت. پرویز تا امروز 4 مرحله طبابت کیمیا درمانی را پس سر کرده و جراحی شد، اما به گفته والدان ورم گردن او تا رفت افزایش می‌یابد. درد میکنه. چه خیلی از کجاش درد میکنه مثلا؟ هیچش. طبیبان تاجیک سبب افزایش آماس را ویرانکنی رجه طبابت نام میبرند. لیمفوما در او دیده میشد و در ماه نوامبر تا ماه نوامبر 2 بخش طبابت شیمیایی گرفت و پس از آن به مرکز ما دیگر مراجعت ننمود. بنابراین در عین حال در پرویز افزایش بر دوام آماس دیده میشد. والدان پرویز میگویند به دلیل بسته بودن راه در فصل سرما نتوانستند از بدخشان به پایتخت بیایند و معالجه را در خروق ادامه دادند. حالا که ورم یک قسمی روی پرویز را گرفته است و به گفته والدان دیگر اینجا برای طبابت او کفالت نیست، در مشورت با طبیبان از روسیه پرویز را برای جراحی به مسکو میبرند. همین جو که همین هوای گرم همین چیش ورمی زیاد شده است. برای ما مجبوریم به همین روسیه بریمش. یک قسمی مبلغ طبابت را آنها با راه اندازی معرکه خیریوی جمع آوردند. برای جمع کردن مبلغ باقی مانده والدان پرویز به کمک نیاز دارند. هم مبلغش همین مبلغ چیش جمع کردیم و همین خیمه و چی و وازی با همون چی جراحی برای جراحی سوم در کار. همین $6,000 دیگر در کار برای جراحی. طبق آمار رسمی مثل پرویز در تاجیکستان 1200 کودکان و نورسان گرفتاری سرطان هستند. و باید قید کنم که با بیماری خوچکین کودکان ما زیاده از 90% آنها صحت می‌یابند اگر به شرط آن که پدر و مادر سری وقت مراجعت نمایند و سری وقت طبابت پیشنهاد شده دکتران را قبول نمایند. معمولاً خراجات طبابت کودکان بیمار به دوش والدان است که به هر وسیله ممکن تلاش می‌کنند فرزندان خود را نجات دهند. برای این کار بیشتر به والدان سازمان و بنیادهای مختلف و افراد خیرخواه کمک می‌رسانند. والدان پرویز امید دارند با دریافت مبلغ ضروری فرزندشان در مسکو جراحی و صحت می شود. پرویز هم آرزو دارد هرچه زودتر آماس گردنش نیست شود و در سال نو تحصیل همراه با همسالانش به مکتب رود. سالشم قدی هم صنف مکتب را. صنف چند می‌خوندی بود؟ صنف 5.